به نام خدا. بریم سراغ درس بعدیمون. ما به خاطر اینکه کوشش میکنیم که سرعتمون کم باشد تا پروسه یادگیری سخت نشود، همچنان با بالای کامنت های بسیار ساده تمرکز میکنیم. برای امروز 3 کامند بسیار ساده که قبلا هم یک بار دیدیمشان انتخاب کردم. یک نگاهی به کامنت ها میندازیم، بعد به طرف کامند های بعدی حرکت میکنیم. با کامند who am I شروع میکنیم. اگر من داخل ترمینال خود بنویسم who am I، برای من میگه که تو ای کاربر هستی، حکیم اکبری هستی. ای کامند هایی که به این شکل ما و شما میبینیم ممکن است فعلا به نظر ما و شما کامند های بدرد نخوری بیاین، ولی بعدم که ما با بش اسکریپتینگ آشنا شویم میبینیم که این کامند ها او قدری هم که ما فکر میکردیم بدرد نخور نیستن. در واقع آوتپوت این کامند ها را ما ضرورت داریمشان به خاطری که بتانیم یک کارایی را انجام بدیم. کامند بعدی است که ما گهگاه باید بدانیم که ما کجا هستیم. باید بدانیم که فعلا من داخل کدام فولدر یا کدام دایرکتوری هستم. اگه من بنویسم pwd، برای من میگه که داخل دایرکتوری یوزرز یک دایرکتوری دیگه داریم به نام حکیم اکبری و تو فعلا در اونجا هستی. اگر من موقعیت خود من عوض کنم و به دسکتاپ برم و حالا بگم pwd، برای من میگه داخل دایرکتوری یوزرز ما یک دایرکتوری دیگه داریم به نام حکیم اکبری و داخل از آن یک دایرکتوری یا فولدر دیگه داریم به نام دسکتاپ. تو فعلا در اینجا هستیم و درست است. دسکتاپ و اینها را و سایر چیزایی که شما در اینجا میبینی را من حیث یک دایرکتوری یا فولدر حساب میکنن. یک کامند ساده دیگه هم یاد بگیریم که کامند ls هسته. کامند ls مخفف لیست هسته. اگه ما برش بگم ls کن، یعنی برش میگم فهرست کن، لیست کن هر چیزی که داخل از این دایرکتوری من دارم. میگم بر من بگو که داخل دسکتاپ خود من چی دارم. میگه شما یک فایل به نام چارلز پروفایل دارید، home.json، اسکرین شات و سایر چیزهایی که داریم. بیاین یک نگاه بندازیم ببینیم داخل دسکتاپ ما چه چیزهایی وجود داره. خب میبینیم که داخل دسکتاپ از ما دقیقا همون چیزهایی هست که اونجا گفته شده. چارلز پروفایل، config.json، یک دایرکتوری به نام فاین، هوم و سایر چیزهایی که شما در اینجا میبینید. پس هر چی که در دایرکتوری اونجا بود بر روی دسکتاپ ما بود، ما داخل ترمینال هم دیدیم. در ویدیو قبلی گفتیم که ما هر کامند را میتونیم به شیوه های مختلفی اجرا کنیم. بعضی موقع ما یک اپشن بهش میدیم و او همون کامند به یک شکل دیگه ای اجرا میشه. همین کامند ls را هم ما میتونیم به اشکال مختلفی اجرا کنیم. یک شکلشی هست که ما برش یک دانه اپشن A میدیم. وقتی من برش اپشن A میدم میگم فهرست کن هر چیزی که من داخل دایرکتوری دسکتاپ دارم بر من فهرست کن، ولی به این شکل. وقتی من کامند A میدم، حرف A مخفف کلمه all هسته. میگم هر چیزی که هست بر من فهرست کن. فعلا چیزی که ما شما در اینجا میبینیم فقط یک تعداد از فایل ها هست. بالای دسکتاپ ما یک تعداد فایل های دیگه هست که ما اینجا نمیبینیمشان و به صورت مخفی یا هیدن است. وقتی که من میگم با کامند A برام نشان بده، میگه آها اینال یک چیزای دیگه هم روی دسکتاپ تو هست که تو بر روی یوزر اینترفیس خود نمیبینی. مثلا میگه یک فایل به نام .idea، localized، git، ignore، gradle و سایر چیزها را داریم. دقت کنید که هر چیزی که به صورت هیدن است با دات شروع شده. میبینید git، ignore، gradle، idea و بقیه چیزهایی که ما قشنگ میتونیم روی یو آی خود ببینیم پیشوند دات نداره. خب پس چیزایی که ما یاد گرفتیم بعد امروز 3 کامند بود. who am I، من کی هستم،
pwd یا present working directory فعلا در کدام دایرکتری هستم و کامند ls که فهرست گرفتن است. بعد ما میتونیم به اشکال مختلفی فهرست بگیریم. این اپشن A تنها یک از اپشن هایی بود که ما برای ls داریم. اپشن های دیگه هم داریم که در ویدیوهای آینده باز میبینیمشان. بخیر، باز در ویدیوهای آینده شما رو میبینم.